الان فرض کنید که ما می‌خوایم این دال رو که 3 لبه کاملا گیردار داره و یک لبه آزاد رو توی نرم افزار سیف مدل سازی و طراحیش رو انجام بدیم. حالا به چه صورت هست با هم در ادامه می‌بینیم. من حالا یه مدل توی سیف ایجاد می‌کنم، مثلا این حالت فلت اسلاب انتخاب می‌کنم. قدم بعدی میام مشبندی این دال رو انجام میدم. این دال رو سلکت می‌کنم، ادیت شل رو می‌زنم، دیواید شه. مثلا میگم 20 در 20. حتما مشبندی رو از این طریق انجام. خب قدم بعدی می‌خوام 3 تا از لبه‌ها کاملا گیردار باشه، یه لبه آزاد باشه. درسته؟ خب من میام این گره‌های لبه‌ها رو سلکت می‌کنم. اینها رو میرم از قسمت اساین جوینت رسترین تکیه‌گاه گیردار بین اختصاص تو مدل سه بعدی ببین چطور شد. خب اوکی، حالا میام مدل رو ذخیره می‌کنم و یه ران ازش می‌گیرم ببینیم شکلش چجوری میشه. خب من آنالیز بزنم. خب ببین دقیقاً همون چیزی که من می‌خوام شد، همون شکلی که می‌خوام، این تغییر شکلش دقیقاً به همین صورت میشه. حالا من استارت انیمیشن بزنم. ببین این همون دالی هست که شما مد نظرتونه و حالا میتونید خیلی راحت بیاین و توی نرم افزار سیف طراحیش رو انجام بدید.